شد من از الان بگم که من که تو رو میشناسم، تو هیچ شانسی نداری. اصلا نمیشناسی. تو سوال تو کن حال تو بگیرم. حالا من سوال میکنم، شانس نداری تو. خب فکر کردی من خود هزار تا کار جمع کن فقط. کردی. هفته 7 روزه، درسته؟ سوال اول، هفته 7 روزه. حالا من میشمارم: جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. این چرا شد 8 تا؟ یه بچه ما یه بار دیگه بشکن. جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. این شد 8 تا. هفته 7 روزه. این چرا شد 8 تا؟ خب برای اینکه ببین یه روزش جمعه است دیگه. جمعه چون تعطیله یکی کم میشه 7 روزه هفته. اینه دیگه. بگو بعدی رو بگو، حوصله نداره. هیچ. 7 تا سیب داره. یه میوه فروشی 7 تا سیب داره، 3 تاشو بر میداره. خب 7 تا سیب داره، یه میوه فروش 3 تاشو بر میداره، 2 تاشو میذاره سر جاش. چند تا سیب داره؟ 2 تا میمونه. 7 تا سیب داره از اول. خب 3 تاشو بر میداره، 2 تاشو دوباره میذاره سر جاش. چند تا سیب داره اون یارو؟ یه دونه میمونه دیگه داره. 7 تا از اول، 3 تاشو بر میداره. من دارم درست میگم، داری گیر میدی. خب دارم کمکت میکنم، گوش کن. 7 تا سیب داره، خب 3 تاشو ور میداره، 2 تاشو میذاره سر جاش، یعنی انگار یکیشو برداشته. الان چند تا سیب داره؟ همون 7 تا، همون 6 تا، 5 7 تا. سوال میدونم آخر. ببین سوال آخر الان. خانم تو خواهر تو میشه زن کوروش. خب مفهومه تا اینجا؟ میدونم. میدونی اینو؟ بله. خواهر تو میشه زن کوروش. خب کوروش میشه کیه تو؟ میشه خواهر شوهرم دیگه. چیه؟ کوروش میشه خواهر شوهرت؟ خواهر تو زن کوروشه. کوروش کیه توه؟ ببین پسر دایی گیر دایی؟ داری گیر میدی که من این درست میگم، حواسم پرت میکنه. نه ببین زن کوروش که خواهر توه کیه توه؟ کوروش. خواهر شوهر. اگر داری گیر میدی من اصلا سوال آخره. اصلا نمیدونی. حق دارم، همه حق دارم. 1 کیلو پنبه سنگین تره یا 1 کیلو آهن؟